فشارش میدین و وقتی این کارو میکنین چیزی که ازش بیرون میاد مزهش خوبه، چون همش شکره، شکر طبیعی، و این همون آب پرتقالیه که همه میشناسیمش و همه بهش عادت کردیم. اما این آب پرتقال واقعی نیست. بذارین بهتون نشون بدم آب پرتقال واقعی چه شکلیه. این کمتر از 10% ارزش غذایی داره. وقتی توی خونه دارین آب میوه میگیرین، فقط قسمت نارنجی پوستش رو پوست بگیرین. و بذارین اون قسمت سفید پوستش بمونه. به خاطر اینکه همون پوست سفید روزی زندگیتون رو نجات میده. اینا فلاونهای زیستی هستن که رگ و مویرگ‌های خونیتون رو قوی میکنن. حالا اینجوری میبریمش. این قسمت سفید رو ببینید. اینا هستن که فلاونهای زیستی دارن که بهشون میگیم ویتامین